خیلی خوشحال هستم که از خانم محمدی خواهش کنم که شروع کنن به صحبت کردن. سلام خدمت نمایندگان محترم پارلمان ایتالیا و رسانه ها. نمایندگان محترم پارلمان ایتالیا، اعضای محترم کمیته دائمی حقوق بشر، رئیس محترم مجلس، از اینکه فرصتی پیش آمد تا امروز در میان شما نمایندگان محترم مردم ایتالیا صحبت کنم بسیار خرسندم. در شرایطی با شما صحبت می کنم که جامعه ایران روزهای سخت و پر اعتراضی را پشت سر می گذارد. دانشجویان دانشگاه‌ها، زنان، جوانان، معلمان، کارگران، بازنشستگان، اقشار مختلف مردم هر روز دست به تظاهرات، تحصن و اعتراض علیه جمهوری اسلامی میزنند. وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هر روز بدتر و بدتر می شود. فقر، بیکاری و تورم موجب خشم مردم شده است. محیط زیست کشور در معرض انهدام است و حکومت همه این اعتراضات را با کشتار خیابانی، اعدام، اعمال خشونت، بازداشت، زندان و محاکمه‌های غیر قانونی و ظالمانه پاسخ می‌دهد. این در حالی است که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد رژیم و فساد سیستماتیک آن است. جمهوری اسلامی اساساً رژیمی غیر پاسخگوست و ظرفیت دموکراسی، آزادی و برابری را ندارد. رژیمی اصلاح ناپذیر و افزون بر آن رژیمی ناکارآمد است. در چنین وضعیت و شرایطی مردم ایران بر اساس تجارب تاریخی و تلاش‌های بی‌وقفه و گسترده مبارزان طی 46 سال اکنون خواهان گذار از استبداد به دموکراسی هستند، یعنی گذار از جمهوری اسلامی. چرا که جمهوری اسلامی مظهر استبداد و یکی از موانع اصلی دستیابی مردم ایران به دموکراسی است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که این تغییر بنیادین در ایران بر اساس اراده، آگاهی و خواست مردم ایران است. گذار از جمهوری اسلامی معطوف به ایجاد ساختاری دموکراتیک و سکولار است که در آن حقوق بشر و حقوق زنان تضمین شده و جامعه مدنی به عنوان بستر مشارکت مردم محقق و مستحکم گردد. نمایندگان محترم، شما نمایندگان مردم ایتالیا هستید. من اعلام می کنم جمهوری اسلامی نماینده و منتخب ما مردم ایران نیست، چرا که در کشور ایران انتخابات آزاد و منصفانه وجود ندارد و نهادهای قدرتمند و تعیین کننده اساساً انتصابی هستند. شما شاهد خروش زنان و مردان در جنبش با شکوه ژینا، جنبش زن، زندگی، آزادی بودید. زنان این سرزمین تحت ستم و سرکوب سیستماتیک و تبعیض حکومت هستند. از شما نمایندگان محترم کشور ایتالیا تقاضا دارم علیه آپارتاید جنسیتی با زنان ایران و افغانستان همراه شوید. این مبارزه‌ای سخت، طاقت فرسا و پرهزینه برای زنان و مردان جامعه ایران است و ما نیازمند اراده جهانی برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی هستیم. ما مردم ایران تلاش و مبارزه می کنیم تا کشوری یاری رسان صلح پایدار در جهان بسازیم، کشوری که مردمش در امنیت و رفاه و برخوردار از توسعه پایدار و زیستی انسانی باشند و برای امنیت منطقه و جهان یاری و تلاش نمایند. کشوری که در آن زنان از شأن و کرامت انسانی برخوردار باشند و جوانان به جای مرگ به زندگی بیاندیشند.
راه پیش روی ما راهی است دشوار، اما منتهی به آینده‌ای روشن و امیدبخش. پیروزی برای ما قطعی است، گرچه سهل نخواهد بود. تقاضا دارم در کنار مردم ایران بایستید، به اراده و خواست مردم ایران احترام بگذارید و ما را یاری کنید. به امید پیروزی، زن، زندگی، آزادی. خیلی ممنون. Sì, grazie dottoressa. خیلی متشکرم خانم دکتر محمدی برای صحبت هایی که کردید و گواهی که دادید در کمال روشنی و مشخص برای ما توضیح دادید و کمیته ما و همکاران من همه صحبت های شما رو به دقت گوش کردند و همکاران من الان میتونن سوالاتی رو از شما انجام بدن. خانم بکالی نماینده پارلمان سوالی از شما دارن. ممنونم از خانم رئیس و ممنون از خانم محمدی و به خاطر این صحبت هایی که کردند و گواهی که دادند در مورد شرایط ایران و در نهایت صمیمیت و مستقیم مشکلات رو مطرح کردند. ما متوجه هستیم آنچه که به مردم ایران دارن میگذرونن در این شرایط دشوار. ما این اعتراضات رو میبینیم و میشنویم و میبینیم که روز به روز داره زیادتر میشه و امیدوار هستیم که باید این عبور و گذر صورت بگیره و میبینیم که جوابش مرتب جواب این اعتراضات خشونت هست در مقابل مردم، به خصوص در مقابل زنها و این چیزی که ما مدام میبینیم و با صدای شما هم شنیدیم که اونجا زندگی میکنید و این شرایط رو از نزدیک میبینید. ما از شما میخوایم بدونیم، چون شما مطلبتون رو با امید پایان دادید، ما میخوایم پشتیبانی کنیم از فعالیت‌های شما، میخوایم پشتیبانی کنیم از مردم ایران و میخوایم پشتیبانی کنیم و میپرسم از شما آیا واقعاً به چه شکلی به صورت عملی و درست ما میتونیم به مردم و به خصوص زنان و مردان ایران کمک بکنیم و پشتیبانی بکنیم و به خصوص در مورد کسانی که این مشکلات رو از نزدیک دارن پشت سر میگذارن، کسانی مثل شما که زندان بودید و کسای دیگه که مشکلاتی که گذروندن. ما میدونیم که تمام نماینده های مجلس مدام نگران شرایط زندانیان سیاسی هستند، زندانیان زن هستند و شرایط زندان های ایران را از دور دنبال میکنن، ولی میخوایم ببینیم چه کاری میتونیم انجام بدیم که فعالیت بیشتری باشه در مقابل این شرایط. قبل از اینکه ایشون جواب بدن میخواستم یادآوری کنم به خانم محمدی از زمانی که تظاهرات شروع شد پس از قتل مهسا امینی
ما در ایتالیا در مرحله مجلس و نمایندگان نهایت پشتیبانی رو از جنبش زن زندگی آزادی انجام دادیم. خیلی از ماها سعی کردیم که زندانیان سیاسی رو ازشون حمایت بکنیم و حتی به صورت وکالت بهشون نزدیک باشیم و بتونیم کمکی انجام بدیم. تظاهراتی انجام دادیم در مقابل سفارت ایران در ایتالیا و سفیر ایران با ما اومد صحبت کرد و ما تونستیم به خصوص این کمیته ای که الان دارم ازش صحبت میکنم در رابطه با امنستی و سوء استفاده و تجاوز نسبت به تظاهر کننده ها، ما یک ملاقاتی با ایشون داشتیم و ما رو دعوت کرد و از ما خواست که ما بریم ایران و که ما بتونیم از نزدیک ببینیم تمام گزارش هایی رو که امنستی به شما داده گزارش های اشتباهی و دروغه و از ما خواست که ما رو دعوت کرد که ما بریم ایران و این شرایط رو از نزدیک ببینیم، چون اون کاملا انکار کرد این شرایط رو. بله سفیر ایران. بعد متوجه شدیم که انجام این کار کاملا بیفایده است، چون که فکر کردیم که اگر ما به این پیشنهاد جواب مثبت بدیم و بریم تهران مسلما چیزی رو به ما نشون خواهند داد که واقعیت نداره و اون چیزیه که خود رژیم دلش میخواد به ما نشون بده و نه اونچه که واقعیت هست. میخواستم بگم که خانم دکتر محمدی اطلاع داشته باشن از این موضوع کمیسیون امور خارجه این مجلس که ما یک قطعنامه ای رو امضا کردیم که آپارتاید جنسی در مورد زنان ایران جزو جنایات علیه بشریت محسوب بشه و ایتالیا جزو کشورهایی هست که در کنار که در کنونسیون خشونت و جنایت علیه بشریت شرکت کرده. فقط میخواستم این رو یه توضیح کوچولویی بدم در مورد آنچه که ایتالیا تا به حال انجام داده. باز هم وقت رو میدم به نمایندگان دیگه. خانم سکالی میخواد یک سوالی انجام بده. سوالها رو مثل که میخوان همه رو یک جا جمع بکنن تا شما بتونید جواب بدید. برای ما یک افتخار خیلی بزرگی هست که شما اینجا تشریف دارید و این میخواستم خواهش کنم ازتون سوال کنم که به نظر شما چه کارهایی رو به صورت عملی و به صورت واقعی کشورهای خارجی، کشورهای غربی میتونن انجام بدن تا اینکه بشه روی رژیم ایران فشار وارد کرد و فشاری رو ایجاد کرد که بتونن بپذیرن خواستهای ما رو و جامعه بین‌المللی این جنبش زنان رو میخواد پشتیبانی بکنه و چطور میتونه پشتیبانی بکنه و چه استراتژی هایی، چه برنامه هایی رو دولت ایران و داره راجع به آزادی اینفورمیشن، آزادی اطلاعات، آزادی خبرنگاران و آزادی انجام میده. میخواستم ببینم که اگر که سوال های دیگه ای هست و کسانی هستن
یکی از نمایندگان که اینجا حاضر نیست سوالی داره که باید اول منتها چون یه مشکل کوچولویی هست در مورد کانکشن و ما منتظر هستیم که این نماینده مجلس صحبتش رو بکنه. بعد از اینکه صحبتش تموم شد من میتونم صحبت رو ترجمه کنم، چون 2 کانال وجود نداره در مورد نماینده هایی که خارج از این جلسه هستن. یه سوال دیگه خانم رئیس فعلا دارن تا قبل از اینکه این مشکل تکنیکی حل بشه. یه سوال دیگه هم داریم. خانم دکتر محمدی آیا صدای من رو میشنوید؟ میتونم سوال دیگه ای بکنم؟ فقط با سرتون اگر اشاره کنید کافیه. مرسی. Sì, vi sento perfettamente. در این روزها در ایتالیا ما راجب شریفه محمدی و ریشه مرادی و بخشان عزیزی یک سری فعالیت هایی داریم انجام میدیم در ایتالیا و میخوایم در این فعالیت ها که این 3 زن از اتهامی که بهشون وارد شده آزاد بشن و بتونن. آیا میخواستم ببینم شما با این 3 زن در تماس هستید؟ میدونم که 2 از 3 خانوم در اوین هستند. میخواستم ببینم که شرایطشون چطور هست و میدونم که فعال مدنی هستند و هیچ فعالیت انجام ندادن که فعالیت با اسلحه باشه و یا خطرناک باشه، ولی به اعدام محکوم شدن. میخواستم ببینم شما باشون در تماس هستید و چی فکر میکنید راجع به این موضوع و آیا فکر میکنید که رژیم پاسخی به تمام خواستهایی که کشورهای مختلف دارن در مورد این 3 زن انجام میدن خواهد داد یا نه؟ سوال دیگه ای که دارم این هست که شما کی قرار هست به زندان دوباره برگردید و این استماع پارلمانی که در جاهای مختلف انجام دارید میدید آیا خطر بیشتری برای شما داره ایجاد میکنه؟ آیا میتونه صدمه‌ای به شرایط شما بزنه یا نه؟ سوال دیگه من این هست که آیا به نظر شما جنبش زن زندگی آزادی همچنان میتونه شرایط سیاسی خیابان‌های ایران رو تحت شعاع قرار بده و در هر صورت یک فشاری باشه برای تصمیمات جمهوری اسلامی؟ یه سوال دیگه هم هست. این سوالی هست که اون نماینده‌ای که خارج از جلسه است نمیتونه تماس بگیره. ایشون میپرسن چه کارهایی میتونیم بیرون از ایران انجام بدیم در قبال جمهوری اسلامی تا اینکه نتیجه مثبت بده و رژیم رو در شرایطی قرار بده که این شرایط رو تغییر بده. خانم محمدی سوالات تموم شده، اگر لطف کنید
یکی یکی جواب بفرمایید. من ابتدا میخوام در رابطه با صحبت سفیر ایران در ایتالیا صحبت کنم. ایشون گفتن که اذیت و آزار و تعرض و تجاوز به زنان در جنبش زن زندگی آزادی و شکنجه زندانیان سیاسی رو تکذیب میکنن. من از طریق تریبون پارلمان ایتالیا و در جمع شما نمایندگان محترم مردم ایتالیا و رسانه‌ها اعلام آمادگی میکنم که برای شهادت دادن در هر جایی که مد نظر باشه من برای اذیت و آزار و تجاوز و تعرض به زنان شهادت خواهم داد و حاضر خواهم شد. من روایت‌های بسیاری از اذیت و آزار و تعرض و تجاوز به زنان رو دارم که اعلام می‌کنم جمهوری اسلامی از این حربه، از این ابزار برای سرکوب زنان در سطح گسترده استفاده میکنه. به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی ما شاهد بودیم که زنان بسیاری از این جهت مورد شکنجه قرار گرفتن. من شاهد بودم در بند ما یکی از زنان که آثار تعرض روی بدنش، روی شکمش و روی رانهاش وجود داشت نزد پزشک زندان رفت. پزشک زندان اون رو گزارش کرد، همبندی ها شهادت دادن و شکایتنامه به زندان ارائه شد، اما به جای رسیدگی به اون زنی که مورد تعرض قرار گرفته بود رو به یک زندان دیگه‌ای تبعید کردن. اساساً اعلام میکنم در این زمینه جمهوری اسلامی دروغ میگه برای اینکه اساساً رژیمی دروغگو و فریبکار هست. در رابطه با اینکه ما چه کار میتونیم بکنیم، یعنی سوالی که نماینده پرسید ما چه کار میتونیم بکنیم برای اینکه تأثیر بذارن روی رژیم جمهوری اسلامی، ابتدا باید اعلام بکنم که رژیم جمهوری اسلامی مشروعیت مردمی و اقتدار پوشالیش رو مشروعیت مردمی رو از دست داده و اقتدار پوشالیش رو فقط با سرکوب به رخ مردم ایران میکشه. رژیم جمهوری اسلامی پایگاه مردمی و اجتماعی خودش رو از دست داده و در جامعه ما دین به عنوان مرجعی که شاید دهه‌ها پیش کار میکرد در این سالها کارکرد خودش رو از دست داده و مردم به دنبال دموکراسی و نظامی مبتنی بر حقوق بشر، حقوق زنان و رژیم و سیستمی سکولار هستند. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی در داخل کشور در موقعیت بسیار تضعیف شده قرار داره و در عرصه منطقه و در عرصه جهانی هم خودتون بیش از من شاهد هستین و اطلاعاتی بیش از من دارین که چقدر رژیم جمهوری اسلامی در ضعیفترین حالت ممکن قرار داره. در چنین فضا و در چنین شرایطی من از نمایندگان محترم ایتالیا تقاضا میکنم که اولا تلاش بکنن برای اینکه آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت در سطح جهانی بر اساس مکانیزم‌های حقوقی و قانونی جرم‌انگاری بشه و متخلفان مورد بازخواست و محاکمه قرار بگیرن. از دو جهت برای من این مسئله بسیار مهمه. اولا جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی موجب خواهد شد که حکومت‌های دینی چون طالبان و جمهوری اسلامی که به تضییع حقوق زنان می‌پردازند تا با سلطه بر نیمی از جامعه استبداد رو تحکیم ببخشند و مردم و مطالبات مردم رو سرکوب بکنند، در موقعیتی قرار بگیرند که در جهان پاسخگو باشند. بنابراین این میتونه منجر به تحقق حقوق زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ما بشه و دوم این که میتونه پایه‌های استبداد رو تضعیف بکنه و پایه‌های
های دموکراسی رو قوت ببخشه، چرا که اساساً من معتقدم دموکراسی بدون تضمین حقوق زنان معنای واقعی و کارکرد واقعی خودش رو نداره. و مسئله بعدی این که من معتقدم به عنوان یک فعال حقوق بشر که سابقه 2 دهه فعالیت در زمینه حقوق بشر در ایران رو دارم، معتقدم که تمام کشورهایی که به هر نحوی و در هر سطحی هر نوع مذاکره‌ای رو با جمهوری اسلامی انجام میدن، اولویت اصلی و محور مذاکرات و پیش شرط مذاکرات رو مسئله حقوق بشر در ایران قرار بدن، مسئله حقوق زنان در ایران قرار بدن، مسئله جامعه مدنی ایران رو قرار بدن. من از این دولت ها میخوام، من از مجامع بین المللی، از نمایندگان محترم تقاضا میکنم به جامعه مدنی ایران و به مردم ایران احترام بگذارند، صدای اونها رو بشنون، اونها رو به رسمیت بشناسن، در تحلیل های خودشون، در مذاکرات خودشون و در تصمیم گیری های خودشون این عناصر رو دخیل و مهم تلقی کنن. من بر این باور هستم چنانچه هر مذاکره‌ای از سوی هر دولتی با جمهوری اسلامی اگر بر اساس محوریت حقوق بشر و حقوق زنان انجام نشه و دغدغه تأمین حقوق اساسی مردم ایران و دموکراسی برای مردم ایران رو نداشته باشه، اساساً برای تقویت استبداد دینی، برای تقویت جمهوری اسلامی و برای تضعیف مردم ایران هست و من با اون آشکارا اعلام مخالفت میکنم. این مذاکراتی به نفع مردم ایران است. در رابطه با شریفه، وریشه و پخشان سوال شد. من با پخشان و وریشه همبندی بودم. اون 2 نفر هنوز در زندان اوین هستن و شریفه در زندان شهرستان در رشت هست. وضعیت هر 3 زن به شدت نگران کننده هست. من از لفظ به شدت نگران کننده استفاده می کنم، نه به موجب پیگیری وضعیت حقوقی و قضایی این پرونده ها که شما میتونید آشکارا اظهارات وکلای اونها رو ببینید که اثبات میکنن حتی بر اساس قوانین نظام جمهوری اسلامی که من نسبت به اونها اعتراض دارم، انتقاد دارم و به رسمیت نمیشناسم، حتی بر اساس این قوانین این احکام غیر قانونیه، این احکام ظالمانه است، این احکام ابعاد سیاسی و امنیتی در جامعه را پیدا کرده. یعنی جمهوری اسلامی در صدد هست که انتقام جنبش زن، زندگی، آزادی و عاملیت زنان در این جنبش بسیار قدرتمند که جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده از این 3 زن بگیره. شما ابعاد دیگر قضیه رو هم به این اضافه بکنید. یعنی به این نکته توجه بکنید که جمهوری اسلامی تحت فشار بین المللی و افکار عمومی جهانی و داخلی حدود 15 سال بود که از صدور احکام اعدام علیه زنان پرهیز میکرد. اما بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی، بعد از خیزش عمومی مردم علیه جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت، دوباره به صدور احکام اعدام علیه زنان رو آورده و اعتراضات قانونی وکلا رو به رسمیت نمیشناسه و در صدد هست که این احکام اعدام رو اجرا بکنه. ما دیشب در مقابل زندان اوین بودیم. من به اتفاق جمعی از فعالان سیاسی و مدنی 2 هفته هست که به مقابل زندان اوین میریم و در مقابل این اعدام ها سکوت نمی کنیم. جامعه ایران در مقابل این اعدام ها سکوت نخواهد کرد. ما این اعدام ها رو بر نمیتابیم
و انتظار داریم جامعه جهانی صدای ما رو بشنوه، انتظار داریم جامعه جهانی صدای فریاد مردم ایران رو بشنوه. حکومت ایران نمیتواند اساساً هم ناقض حقوق مردم باشد، هم اعتراضات به حق مردم رو با اعدام، سرکوب و شکنجه پاسخ بده. جامعه جهانی و مجامع بین المللی نباید با سکوت و با انفعال با سرکوب مردم ایران که درخواستی جز دموکراسی، آزادی و برابری و حقوق بشر ندارند برخورد بکنه. من صدای قدرتمند ایتالیا رو در جنبش زن زندگی آزادی میشنیدم، ما در زندان میشنیدیم، مردم ایران میشنید و من توقع دارم که این صدای قدرتمندتر بشه، حمایت از مردم ایران جدیتر بشه. حمایت از مردم ایران یعنی تضعیف سرکوب توسط جمهوری اسلامی. ببینید، مردم ایران مردم به پا خاسته‌ای هستند. شما انفعال مردم در مقابل جمهوری اسلامی ایران رو نمی‌بینید. شما اعتراضات فعال و حضور مردم رو در جنبش‌های اجتماعی اعتراضی پی در سالهای اخیر دیدید. جنبش زن زندگی آزادی تبلور اراده مردم، تبلور اعتراض مردم علیه جمهوری اسلامی بوده. شما با مردمی در ایران مواجه میشید که در خط مقدم وادار کردن جمهوری اسلامی و عقب نشینی و پایان دادن به استبداد دینی و رژیم جمهوری اسلامی دارن جانفشانی میکنن. بنابراین اساساً شما در تحلیل‌های خودتون باید عاملیت مردم و عاملیت زنان رو مد نظر قرار بدید. در چنین جامعه‌ای که علیه استبداد دینی شوریدن، مجامع بین المللی، افکار عمومی جهان، رسانه‌ها، حتی دولت‌ها در حمایت از حق خواهی مردم، دموکراسی خواهی مردم، آزادی خواهی و ادارت پروری مردم و جریانات سیاسی دموکراسی خواه وظیفه و رسالت بر عهده دارند. اعدام به عنوان یکی از ابزار سرکوب مردم ایران در دست استبداد دینی است. ما از مجامع بین المللی، از سازمان ملل، از نمایندگان انتظار داریم که با ما همراه بشن برای لغو اعدام. در زندانهای ایران زندانی‌ها تحت فشارهای زیادی هستند، ولی اونها برای لغو اعدام هر سه‌شنبه در ده‌ها زندان در سراسر کشور دست به اعتصاب غذا میزنند. جامعه ایران برای لغو اعدام به پا خواسته. بنابراین انتظار میره که شما هم برای لغو اعدام، یعنی زدن یکی از پایه‌های استبداد دینی، با ما همراه بشید. جمهوری اسلامی با سرکوب جامعه مدنی اساساً به دنبال تضعیف قدرت دموکراسی خواهی مردم هست، چرا که جامعه مدنی جانمایه دموکراسی هست. انتظار میره که مجامع بین المللی در مقابل سرکوب نهادهای مدنی و مبارزان و فعالان مدنی سکوت نکنند، از جامعه مدنی مردم ایران دفاع بکنند. و سوال دیگری که نمایندگان محترم پرسیدن در رابطه با وضعیت دولت ایران در قبال آزادی اطلاعات، مطبوعات و نهادهای مدنی هست. من به صراحت اعلام میکنم جمهوری اسلامی اساساً دموکراسی، آزادی و برابری رو به رسمیت نمیشناسه، ظرفیت تحقق اون رو نداره و رژیمی زن ستیز هست. جمهوری اسلامی و طالبان الگوهای آپارتاید جنسیتی در جهان امروز هستند.
شما مطبوعات رو در ایران میبینید که تحت سرکوب هست. روزنامه‌نگاران روانه زندان‌ها میشن، مطبوعات توقیف میشن، محاکمه میشن. شما میبینید که نهادهای مدنی در ایران تحت سرکوب شدید حکومت قرار دارند. ما در حوزه حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، معلمان، کارگران، دانشجویان و زنان و محیط زیست و حتی خیریه ها شاهد هستیم که جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این نهادهای مدنی رو به رسمیت نمیشناسه و به طور غیر قانونی اونها رو سرکوب میکنه. مردم ایران خواهان گذار از نظام جمهوری اسلامی هستند. اما جمهوری اسلامی از تمام امکانهای قدرت برای سرکوب مردم ایران استفاده میکنه. راه طولانی و دشواری پیش روی ما قرار داره، اما من یقین دارم که ما با گذار از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم دینی و استبدادی و زنستیز به پیش خواهیم رفت و به آزادی، دموکراسی و برابری دست پیدا خواهیم کرد. من امیدوارم در آن روز شما در کنار ما باشید، به پاس حمایتی که از مردم ایران میکنید، از آزادی خواهان و برابری طلبان و دموکراسی خواهان ایران میکنید و امیدوارم افکار عمومی در ایتالیا، رسانه ها، نهادهای مدنی و نمایندگان مردم در این مسیر همگام ما باشند. خیلی متشکرم خانم دکتر محمدی. آیا سوال‌های دیگه‌ای از طرف نمایندگان هست؟ کسی دیگه سوالی نداره؟ من با سوال دیگه‌ای دارم خودم در مورد این دعوتی که سفیر ایران کرده بود. آیا شما فکر میکنید که این دعوت میتونه مفید باشه، مثبت باشه در مورد اینکه ما بتونیم ببینیم این کشور رو از نزدیک و این مشکلات رو از نزدیک ببینیم و این مسائل رو روشن‌تر نشون بدیم، و یا اینکه این یک ریسکی داره در اینکه ما بتونیم چارچوب واقعیت‌های ایران رو واقعاً ببینیم و نشون بدیم. خیلی از اوقات این مسافرت ها و این دیدارها به ما اجازه نداده که ما واقعیت ها رو ببینیم. بفرمایید. اعلام کردم من باور دارم که رژیم جمهوری اسلامی رژیمی فریبکار و دروغگو هست و از عیان شدن حقیقت و واقعیت نزد افراد عمومی همواره تفره رفته. این امری اثبات شده در جامعه ایران هست و مردم ایران اساساً به این رژیم باور ندارند. من فکر می‌کنم الان یک اصل پذیرفته شده در جامعه ایران هست که هر آنچه که مسئولان نظام جمهوری اسلامی میگویند دروغی بیش نیست. این برای ما اثبات شده. اما من فکر میکنم این برای افکار عمومی در جهان و دولت مردان جهان هم امری اثبات شده هست. شما بسیاری از وقایعی که در جامعه ایران اتفاق میفته رو میبینید. فیلم های اینها به دست مردم جهان میرسه، در رسانه ها منعکس میشه، اما مسئولان جمهوری اسلامی به صراحت اونها رو تکذیب میکنند. آیا این امری جز دروغگویی و فریبکاری نزد افکار عمومی است؟ یک. اما مسئله بعدی این هست که نمایندگان رسانه ها، نمایندگان مردم، نهادهای مدنی
و برخی مسئولان از سوی دولت‌هایی که روانه کشور ایران میشن، برنامه اونها بر اساس ملاقات فقط با مسئولان نظام و نمایندگانی از به ظاهر جامعه مدنی اتفاق میفته که اونها نمایندگان جامعه مدنی نیستند. اساساً اونها دست نشانده های حکومت در نهادهایی هستند که به نام نهاد مدنی برای جامعه بیرون از کشور ایران به نمایش گذاشته میشن. شما بسیاری از این نمایندگان به ظاهر نهاد مدنی رو در مجامع بین المللی میبینید که اساساً نماینده جامعه مدنی مستقل مردمی نیستند و اونها دست نشاندگان جمهوری اسلامی هستند. اساساً هر گونه رفت و آمدی به داخل در واقع مرزهای ایران اگر بر اساس برنامه‌ای باشه که شما فقط با حکومت بتونید صحبت بکنید، من این رو به نفع جامعه مدنی ایران نمیبینم و من بارها شاهد بودم که این نمایندگان وارد کشور ایران شدن از سوی اتحادیه اروپا یا پارلمان اروپا یا سایر نهادها یا سایر دولت‌ها و نمایندگان مجالس دغدغه گفتگو با جامعه مدنی و مردم ایران رو نداشتن که من اساساً نسبت به اون اعتراض دارم و اون رو در راستای تحکیم ساختار استبداد در ایران و تضعیف مردم ایران میبینم. هر راهبردی چنانچه موجب تقویت رژیم جمهوری اسلامی و سیاست‌های سراسر استبدادی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی باشه و تضعیف بکنه مردم و اراده مردم و روحیه مردم و انگیزه مردم برای مبارزه رو، اساسا من با اون مخالف هستم. خیلی سپاسگزار هستیم از جوابهایی که دادید و تمام اونچه که انجام میدید و فداکاری هایی که میکنید. با تمام قلبمون ما شما رو ستایش میکنیم و پشتیبانی میکنیم و میدونیم که کسان خیلی زیادی در دنیا وجود دارند که پشتیبان شما هستند و به نام آزادی و دموکراسی تلاش میکنند، درست مثل شما. ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد. شما چیزهای به خصوصی به ویژه‌ای خواستید و ما سعی خواهیم کرد و دولتمون رو وادار خواهیم کرد که در مورد حقوق بشر و حقوق زنان با دولت جمهوری اسلامی این مسئله رو به عنوان پیش فرض قرار بدن و در تمام مذاکراتی که صورت خواهد گرفت به این دو موضوع بسیار اهمیت داده بشه و آپارتاید جنسی رو بتونیم ما با مخالفت کاملا نشون بدیم و بگیم که این نبرد و این مبارزه باید موفق باشه. مواظب خودتون باشید، مواظب سلامتیتون باشید. خانم دکتر محمدی. از شما نمایندگان محترم بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون. Grazie. Arrivederci. به امید دیدارتون هستیم.